سلام، حالتون خوبه؟ خیلی دوستتون دارم، خیلی 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 دوستتون دارم. امیدوارم که خدا هم شما رو دوست داشته باشه. خیلی برنامه‌تون قشنگه. من همیشه با خودم میگم کاش که اون زمانی که پیغمبر بود منم میتونستم جزئی از صحابه باشم. خیلی دوستتون دارم. نمیدونم چجوری بگم دوستتون دارم. خیلی به خدا دوستتون دارم، به خدا. حالا که من نتونستم با جزئی از صحابه باشم و پیغمبر رو یاری کنم، حداقل شاگرداش که دستن در کاران شبکه رسال اقصا رو یاری کنم تا بتونم اون دنیا هم در پیشگاه خدا و پیغمبرش جوابی داشته باشم، بگم که دوست داشتم. سلامت بشه. خیلی دوستتون دارم، خیلی خیلی. خدا عزتون کنه، خدا ازتون راضی باشه، خدا شما رو مثل ما نگه داره. خیلی خدا سایه‌اش از این سر شما برداره. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. من خداحافظ شما. من تشکر میکنم از احساسات پاک این برادر عزیز و بزرگوار. امیدواریم که همونطوری که شما ما رو دوست دارید الله متعال شما رو دوست داشته باشه و جز بندگان مقرب درگاه الهی باشید و الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت رو نصیب شما بکنه.